کسایی که در مدرسه کاج به شهادت رسیدن که همه ابراز همبستگی کردیم. ببین هشتکی که هموطنان عزیز هزاره ما بیرون دادن، بیش از 5-6 میلیون در چند روز بسیار معدود رسید. این به دلیل اون همبستگی بود که ما با هم داشت و اون همبستگی را استاد شهید مزاری براشون یاد داد. وقتی در سخنرانیش گفت که در این کشور به نام افغانستان ملی گپ میزنن، قومی عمل میکنن و راه حل فقط و فقط فدرالیسم است، اون هزاره ها یاد گرفتن که چگونه متحد خود باشن و چگونه با واقعیت روبرو بشن و اعلام بکنن که ما هزاره هستیم و از اینکه هزاره هستن انسان شرم نکنه، انسان سربلندی بکنه. رهبرانشان این گونه درس دادن به اینا رهبران. بنابراین این دین عظیم استاد مزاری را من یقین دارم که هیچ روشنفکر هزاره و غیر روشنفکر هزاره فراموش نمی‌کنه. که ما هزاره هستیم، به هزاره بودن افتخار میکنیم، طرفدار عدالت قومی هستیم، ستمگری را قبول نداریم، لازم باشه میجنگیم، لازم باشه اسلحه میگیریم، لازم باشه فدرال میکنیم. این بحثی ماست. هر کس حاضر از با ما خوب نیست، ما در برابرش ایستادیم. به این میگن معلم، به این میگن استاد، به این میگن کسی که درس. اینجا میگن که حتی نگین که ما تاجیک هستیم، این چی رقم معلم است، این چی رقم استاد است، این چی رقم آدمی است به شما درس داده که حتی نام تاجیک بودن تانو باید این کار بکنید، از فارسی زبان بودن تانو باید این کار بکنید. ما فارسی زبان نیستیم، دری زبان هستیم. ما تاجیک نیستیم، نمیدونم رباعی و دو بیتی هستیم. یعنی چی؟ اینا رو کی برای شما یاد داده؟ اینا چگونه معلمی بودن با شما رقم یاد داده؟ تازه خیلی از اینا گفتن که اینجا حتی اون بحثی که من هیچ با کارت نمیبرم، گفتن که افغانا فرهنگ نداره، این قوم به فرهنگ است. تمام هم گفتن شما اونم انکار میکنید، بگید صدام جهل شده، یا اینا ژنرال به دنیا میارن ما سرباز، یا بازارها رو اینا گرفتن یا رفتن در کجا چی کار